چرا بعضی ویدیوها تو یوتیوب منفجر میشن و بعضی اصلا دیده نمیشن؟ چطور میتونی یوتیوب رو مجبور کنی که ویدیوهای تو رو به بقیه نشون بده؟ جوابش رو امروز توی این ویدیو بهت میگم. سلام، من علی هستم و اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطور تو یوتیوب رشد کنیم. اما قبل از اینکه ادامه بدیم یه چالش داریم به 10 نفر اولی که همین الان سابسکرایب کنن و اسکرین شات بگیرن و توی تلگرام به آیدی که تو دیسکریپشن گذاشتم بفرستن، نفری 100,000 تومان جایزه دریافت میکنن. و این تازه شروعشه، چون توی ویدیوهای بعدی این جایزه ها بزرگتر میشه و حتی توی ویدیوهای بعدی که به زودی آپلود میشه جایزه چالش 2 میلیون تومان هستش. اما چالش ویدیوهای بعدی چیه؟ پس حتما ببینش. حتی ممکنه جایزه چالش تا آخر سال 404 میلیاردی بشه. پس دکمه سابسکرایب رو بزن و ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره الگوریتم یوتیوب رو به نفع خودت استفاده کنی. الگوریتم یوتیوب چطور ویدیوها رو پیشنهاد میده؟ یوتیوب یه هدف داره: نگه داشتن کاربران در پلتفرم برای مدت طولانی تر. یعنی چی؟ هر چقدر ویدیوی تو مردم رو بیشتر در یوتیوب نگه داره، یوتیوب هم بیشتر اونو به بقیه نشون میده. یوتیوب ویدیوها رو در 3 جا به مخاطب پیشنهاد میده: صفحه اصلی، هوم، فید. وقتی یوتیوب رو باز میکنی یه سری ویدیو بهت نمایش داده میشه. این ویدیوها بر اساس 2 چیز انتخاب میشن: چی دوست داری ببینی، یعنی بر اساس رفتارهای قبلیت در یوتیوب. کدوم ویدیوها کیفیت بالایی دارن، یعنی بر اساس عملکرد اون ویدیوها. 2. ویدیوهای پیشنهادی. این همون ویدیوهاییه که وقتی یه ویدیو رو تموم میکنی یوتیوب بهت پیشنهاد میده. یوتیوب اینجا از 2 تا روش استفاده میکنه: اولیش ویدیوهای مشابه و مرتبط با موضوعی که الان دیدی. دومیش ویدیوهایی که بیشترین تعامل رو در بین کاربران مشابه داشتن. 3. جستجو یا همان سرچ الگوریتم. وقتی یه چیزی تو یوتیوب سرچ میکنید، یوتیوب بر اساس این موارد ویدیوها رو رتبه بندی میکنه. آیا عنوان و توضیحات ویدیو با سرچ مخاطب مرتبطه؟ ویدیوی تو چقدر مخاطب رو درگیر کرده؟ چقدر افراد بعد از دیدن ویدیوی تو روی ویدیوهای دیگه کانالت کلیک کردن؟ چیزی که باعث می شود یک ویدیو وایرال شود. 3 عامل اصلی در رشد ویدیوهای تو در یوتیوب تاثیر داره. 1. نرخ کلیک یا همون CTR، یعنی چند درصد از افرادی که ویدیوی تو رو میبینن روش کلیک میکنن. اگه عنوان و بندانگشتی جذاب نباشه CTR پایینه و یوتیوب نشونش نمیده. 2. مدت تماشا یا همون وات تایم، یعنی آیا مخاطب تا آخر میمونه. اگه ویدیو جذاب نباشه و مخاطب وسطش خارج بشه، یوتیوب سریعا متوجه میشه و دیگه نشونش نمیده. پس اول ویدیو رو گلاب کن و وسط ویدیو جذاب باش. 3. تعامل یا اینگیجمنت. چقدر مخاطب با ویدیوی تو ارتباط برقرار میکنه. یوتیوب لایک ها، کامنت ها، سابسکرایب ها و اشتراک گذاری ها رو بررسی میکنه. هر چقدر بیشتر باشه یوتیوب متوجه میشه که ویدیوی تو برای مخاطب جذابه و بیشتر نشونش میده. چطور الگوریتم یوتیوب رو به نفع خودمون استفاده کنیم؟ اولین 30 ثانیه رو عالی بساز، چون اگه مخاطب همین اول بره ویدیوت نابود میشه. یه سوال جذاب بپرس یا یه داستان کوتاه تعریف کن که ذهن مخاطب رو درگیر کنی. پلیلیست بساز و ویدیوهات رو به هم لینک کن. یوتیوب دوست داره مخاطب بیشتر در کانال بمونه. پس اگه یه ویدیو درباره الگوریتم یوتیوب داری، یه ویدیوی مرتبط درباره چطور بر ترس از شروع کردن غلبه کنی کنارش بذار. مثل این: از کلمات کلیدی هوشمندانه استفاده کن. در عنوان، توضیحات و تگ‌ها از کلمات مرتبط استفاده کن. مثلا اگه در مورد ترفندهای یوتیوب حرف میزنی، تو عنوان و توضیحات ویدیو از این عبارت استفاده کن. خب حالا که فهمیدیم الگوریتم یوتیوب چطور کار میکنه، بیا این سوال رو جواب بده. فکر میکنی مهمترین عامل در وایرال شدن ویدیوها چیه؟ کامنت کن و نظرت رو بگو. سابسکرایب یادت نره، هر ویدیو برای خودش چالش جایزه دار داره که این شروعش بود و توی ویدیوهای بعدی قرار نکات بیشتری بگم که به رشد کانالت کمک کنه. پس دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.